سلام دوستان، امروز میخوام ببینیم که با استفاده از اکسپرت گلوری چطوری تنظیمات ریسک رو انجام بدیم که هر دفعه روی هر معامله چند درصد ریسک رو انجام بدیم. 0.5%، 1%، 2%. بعد از اینکه گلوری رو نصب کردین، روی گزینه بالا هست، روی عکس کلاه 2 بار کلیک کنید و توی گزینه پنجمی Present of Risk شرکت روی 0.5% است. شما با 2 بار کلیک کردن روش میتونید هر ریسکی رو که خودتون میدونید رو بهش بدید. مثلا من ریسک 1% رو میخوام، عدد 1.0 رو انتخاب میکنم و گزینه اوکی رو میزنم. خود اکسپرت بر اساس میزان سرمایه‌ای که دارین براتون هر معامله‌ای که باز کنید با 1% ریسک معامله رو براتون باز میکنه. اگر چیزای دیگه نیاز داشتید تنظیمات توی کامنت ها برام بنویسید تا بقیه چیزا رو هم یادتون بدم.